حدس بزنین این سری دوباره هوس کردم که کجا برم. برای دومین بار دارم میرم تئاتر جومونگو ببینم. بودن 1 ماهی میشد که من این بلیطو گرفته بودم. اسم این تئاتر مکبث هستش که اثری از ویلیام شکسپیر بود. یعنی از وقتی که اومدم کره فقط یکی از آرزوهای من این بوده که این شخص رو از نزدیک ببینم. بازیگر رو زده بودن روی بنر که خب سونگ گوک نقش اصلی نبودش. نقش اصلی کسای دیگه بودن که خب مردم هم میرفتن و با اینا عکس میگرفتن. آقای سونگ که از جومونگ توی کشور ما معروف شده، توی کره هم نقش خیلی پررنگی توی کشورش داره. من به غیر از حرفه بازیگری نوه یکی از افراد سیاسی کره جنوبی به حساب میاد و ایشون اینجا بود که دیدم دقیقاً از کنار ما رد شد. در حال حاضر فیلم بازی نمیکنه و تمام تمرکزش رو گذاشته روی تربیت بچه‌هاش و موزیکال و تئاتر و اینجور چیزا. خیلی جذاب بود به شدت و اصلاً عاشقانه نبود، ولی یه بدی داشت بچه‌ها. سونگ گوک اینجا 40 دقیقه آخرش کلا مرد. بعد من اینطوری بودم که خب من میرم دیگه.